من فکر میکنم پایتخت‌ها رو 50 بار دیدم. دروغ نمیگم اصلا. یعنی آقا من نجسا نه خب منم دوست دارم، منم خیلی میبینم. یک سال صبر میکنم، یک سال صبر میکنم تا بعدی ساخته بشه. پایتخت بعدی. تو اون فاصله 365 روزم خدمت شما عرض کنم که تکراراشو میبینید. آقای تنابندم که خب استقلالی هستن، همشهری ما هست. بله دامغانی هستن. خب بس در ارتباطیم با هم دیگه. بله دوست صمیمی هستیم، خیلی دوستش دارم. نظر ایشون در مورد استقلال چیه؟ استقلالی تیر. عجیب و غریب. روزایی که استقلال میبازه سعی میکنم امیدوار باشم محسن زنگ نزنه. خیلی به هم میرسه. خودش هم فوتبالش خوبه ها. مثل محسن من خیلی رفیق هنری استقلالی دارم که مثل پیمان مادی. پیمان مادی هنوز 2-3 درجه خطرناکتر از آقا محسنه. حتی نوید محمدزاده اصلا ما مثل پیمان نداریم. ما یه جایی بودیم چند سال پیش استقلالی ترین بازیگری که شما دیدید پیمان مادی. با اختلاف پیمان. چند سال پیش چی گفتین؟ یه خاطره داشتین؟ چند سال پیش یه جا ما با آقا پیمان بازی رو نگاه می‌کردیم، دقیقاً تو اون قاب هنری و فرش قرمز و اسکار و این چیزا. بعد ما خب رفیق برای از 1373 4 با هم رفیقیم تا امروز. هم 20 تا از دوستای خوبمون هم اونجا بودن، هنری‌ها هم اونجا بودن، ورزشی‌ها هم بودن. گفتم انقریب میزنه این پرده ویدیو پروژکشن پاره میکنه. اصلا به هم ریخت، یعنی رفت به هم ریخت و رفت، یعنی گفت اعصابم خورد میشه. یکی استقلال به همش میزنه، یکی آرژانتین. این دوتا هم آبی دوست داره. استقلال و آرژانتین. آلبی سلسته. پس خیلی هم خوب. شما هر موقع هم سر بازی ها ببینیش لباس مارادونا تنشه. بازی های استقلال دربی رو با لباس مارادونا میاد. خطرناک میشن دیگه اینا. آقا محسن هم که یه سال بهم زنگ زد گفت علی این چجوری میشه وضعیتون؟ مثلا چه جوابی بهش بدم؟ تو یه جایی هم بودم. چه جوابی دادی؟ گفتم آقا محسن درست میشه ان شاء الله. خداحافظ.